و اما شبهه دیگری که مطرح میکنن میگن که در اسلام گویا که زن یک حیوان خانگی است که داخل خانه باید برای او مصارف داده بشه و داخل خانه همینطور بمانه. از آیه 34 سوره نساء استدلال میگیرن الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. مردها بالای زنها میگن حاکم هستن، سرپرست هستن، رئیس هستن به سببی که نفقه میدن برای زنها. پس گویا که زن مثل یک حیوان خانگی در نظر گرفته شده و برای او نفقه میده و باید داخل خانه بمانه. در پاسخ به این شبهه باید بگیم که در اسلام عزیز تمام هزینه‌ها از خوراک، پوشاک، مصارف دیگر زندگی همه بر عهده مرد میباشه. مسکن و غیره و غیره همه بر عهده مرد هست. چنانکه الله جل جلاله میفرماید لینفق ذو سعة من سعته. مرد توانگر باید بر اساس توانگری خودش نفقه بده. یا در جای میفرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بر پدر که طفل از برای او میباشه روزی دادن و لباس دادن زنان به نیکی بر عهده او لازم میباشه. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده که اول ما یوضع فی میزان العبد نفقته علی اهله. اولین چیزی که در ترازوی اعمال بنده سنجیده میشه، وزن میشه، نفقی است که او بر خانواده خودش کرده. چنانکه موجم اوسط طبرانی حدیث 6135 این رو ذکر کرده. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند کفى بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. برای گناهکار بودن شخص همین قدر کافی است که او کسانی که روزی اونها رو به عهده داره اونها رو ضایع بکنه و روزی اونها رو نده. سنن ابی داود حدیث 1692 می رو ذکر کرده. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند اذا انفق الرجل علی اهله یحتسبها فهو له صدقه. زمانی که شخص بر خانواده خودش مصرف میکنه، نفقه میکنه و نیت اجر و پاداش رو داره، برای او صدقه در نظر گرفته میشه. صحیح بخاری حدیث 55 این روایت رو ذکر کرده. پس از آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به خوبی فهمیده میشه که تمام مصارف زن داخل خانه بر عهده مرد میباشه. چه خوراک است، چه پوشاک است، چه مسکن است، همه تداوی امراض و بیماری همه بر عهده مرد میباشه. و اما نکته دوم اینه که اسلام عزیز برای مرد دستور داده که تمام کارها رو بکنه و زن مثل یک عروس داخل خانه بمانه. اما در صورتهای استثنایی و اضطراری که یا مرد نیست، یا مرد فوت کرده، یا مرد از بین رفته، کشته شده، یا که نیست و زن به خاطر به دست آوردن مصارف زندگی مجبوره که بره کار بکنه، در چنین صورتهای اسلام عزیز به صورت اضطراری و استثنایی اجازه داده. و علتی که مرد باید همه کارها رو بکنه و زن نباید به کارهای بیرونی مشغول بشه اینه که زن داخل خانه وظیفه و مسئولیت بزرگ مربیگری رو به عهده داره. او معلم است، تعلیم دهنده و تربیت دهنده اطفال می باشه. این مسئولیت کمی نیست که کسی رو دست کم بگیره. اگر قرار باشه که زن بره بیرون از خانه کار بکنه، اون موقعی وظیفه و مسئولیت مقدس معلم و مربی بودن رو کی انجام بده؟ اون موقعی طفلا دست میدن، اینا بی تربیت میشن، اینها فردا برای جامعه یک بلایی میشن. همانطور که در یک کشور، در یک جامعه جایگاه معلم و مربی بسیار بالا و با ارزش میباشه و مقدس است، داخل نظام کوچک خانواده‌ام حیثیت معلم و مربی که مادر میباشه بسیار بالا میباشه. نباید این مسئولیت ها عوض بشه. اگر یک کشاورز مثلا بیای سر کلاس درس معلمی بکنه، آیا میتونه که شاگردا رو به نحو احسن پیش ببره؟ آیا کسی که مثلا رفتگر خیابان است و خیابان‌ها رو پاک میکنه میتونه سر کلاس بیای وظیفه مقدس معلمی رو انجام بده؟ نه خیر. یک انجینر نمیتونه، یک دکتر نمیتونه. و معلمی یک شغل و مسئولیت و وظیفه بسیار مقدسی است که هیچ کسی دیگه نمیتونه که این کار رو انجام بده. بی خاطر اگر قرار باشه که معلم بره به دنبال کارهای دیگر، دیگه این نسل تباه و برباد میشه. و اگر قرار باشه که مادر از داخل خانه بره کارهای دیگر رو بیرون انجام بده، دیگه این اولاد تربیتی نمیشن و این مسئولیت بسیار بزرگی است که مادر داره. اما اینم در نظر بگیریم که خانم‌ها و زنها و مادرها عادت ماهیانه دارن، مشکلات بسیار زیاد دیگر دارن، خصوصا در ابتدای عادت ماهیانه دچار افسردگی میشن، دچار پریشانی و دلتنگی میشن، همچنین گاهی اوقات دچار سردرد و میگرن و بیماری‌های دیگری میشن، گوشه‌گیر میشن، دچار کمخونی میشن.
وقتی که الله متعال نماز و روزه رو از گردن زنی که عادت معینه داره برمیداره، اون موقع غرب میگه که نه، تو عادت معینه میشی که میشی، باید بری سر کار خودت، باید بری به دفتر کار خودت، باید بزرگترین مشکلات رو تحمل بکنی، کارهای رستوران رو باید به خوبی انجام بدی، ظرف بشی، خدمه باشی، همه کارها رو انجام بدی، باشی که عادت معینه داری. همچنین دوران بارداری زن چقدر مشکلات هست. زن حالت تهوع برای دست میده، کمخونی، سرعت قلب و بالا میره، اضطراب داره، پریشانی داره. در چنین حالاتی میبینین که زن در اسلام چقدر جایگاه داره که داخل خانه آرام و راحت زندگی میکنه. اما در غرب بمیری باردار هستی، باید کار بکنی، باید مسئولیت خود رو انجام بدی، وگرنه از کار اخراج میشی. حالا شما بفرمایید که زن در اسلام جایگاه والای خود رو داره یا در نظام پوسیده و پوشالی غربی؟